طرفداران حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 ادعا دارند که روز 29 سپتامبر سال 2023 به آنها میسر شد که در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان ماشین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را تخمباران کنند. در نوار کوتاهی که نسخه آن به دست پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود دو جوان، یکی لباس ورزشی سفید و دومی لباس رنگش تیره در تن، در کنار یکی از جاده ها لحظه گذشتن کاروان ماشین های هیئت رسمی تاجیکستان را می پویند و برابر به جای ایستاده آنها رسیدن این کاروان از جیبشان چند تخم را بیرون کشیده به طرف یکی از ماشین ها می پرتویند. در همین لحظه یک کارمند پلیس آلمان که سواره موتورسیکل کاروان ماشین های هیئت تاجیکستان را همراهی می کرد در نزد تخماندازان منع می کند و آنها را از ادامه این عملشان منع کردنی می شود. دلشاد شریپوف، رهبر کمیته اجرایی گروه 24 این حادثه را عملیات مخصوص نامید و ادعا کرد که دقیقاً ماشینی که امامعلی رحمان در داخلش بود هدف تخمباران قرار گرفته است. اما دو نفر از هیئت حکومت در صحبت با بامداد گفتند که پرزیدنت در آن ماشین نبود و از این عمله آسیب ندیده است. اما نشریه نمسی عکس لحظه از ماشینش بیرون آمدن امامعلی رحمان را نشر کرده است که در عکس دیده می شود بر اثر زدن و شکستن تخمه شیشه ماشین پرزیدنت تاجیکستان افلاس شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان همراه سران 4 کشور دیگر آسیای مرکزی از 28 سپتامبر در برلین قرار دارد. روز 29 سپتامبر آنها با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر و سپس با کانسلر این کشور اولاف شولز ملاقات کردند. این نخستین ملاقات مشترک پرزیدنت های همه 5 کشور آسیای مرکزی با رهبران یک کشور عضو اتحادیه اروپایی است و همگی هفته بعد عین ملاقات نخستین آنها با پرزیدنت امریکا جو بایدن در نیویورک در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دایر شد صورت گرفت. در برلین همچنین نخستین فورم اقتصادی آلمان و آسیای مرکزی دایر شده است. بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در حاشیه برلین اساساً مسائل همکاری های منطقه با آلمان بررسی شده است.